آنگور دوستموز. پارلمان، مجلس، مهستان نام انجمنی بود در روزگار اشکانی که بزرگان گرد می اومدن تا پادشاه. آفرین، شما که اینقدر عمقی رفتی شکل اصلی کلمه رو هم ببین. حالا مه‌ها جمع نمیشن، جای ماهان نیست، جای بیک هاست، مثل بیستون که تغییر یافته بیک آست یان هست. بغستان نگاه کن، بغ آستان. بیک بزرگ ترکیه، büyük ترکیه. beğenmek برگزیدن، کسی که محبوب باشه بی میشه و بیک آسیان محل تجمیع بیک ها. آست میانه هست در ترکی. üst alt ast، üst ast alt، متوجه؟ و یان سمت و طرف. آستیان مرکزیت، مثلا میگیم داغستان مرکزیت داغها، کوهستانیه، کوه آستیان که خود داغستان. یا تمام کشورهایی که فقط کشورهای ترکی و کشورهایی که ترک ها حاکمیت درش داشتن، مثل هندوستان، کازاکستان، گرگیزستان، ازبکستان، تمام آستان هایی که میبینید ترکی ساخت. بیستون، مهستان، بغداد همه کلماتی متشکل از بیک هستند. بیک آست یان که یک فرمش مهستان شده با معرب شدنش و تغییر فرم، یک سمتش بیستون هست که خود بیگ آست یان هست، بیستون سریع تبدیل شده، و بغداد بیده یعنی در دست بزرگ، در دست بیگ. beğenmek برگزیدن در ترکی که اساسش بیگ رو میسازه. بیوک بزرگ از داخلش بیرون میاد. بیوک خودش بزرگ رو میسازه، یعنی خود بزرگ در دری هم ریشه ترکیه مثل خود بیگ. و بغ هم که گفته میشه باز خود بیگ هست، یعنی خدایان هندوها بیگ های ترک ها بوده به همین دلیل. و این سه کلمه اساس واقعیت اشکانی رو هم بیرون میکشه. اشکانی هایی که یک شبه از ترک بودن انصراف دادن و در کتب درسی شدن ریشه جعل پارسی.